السلام علیکم. شوکت محمد هستم. طول این چند دقیقه برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیم شما میکنم. سرخط خبرهای روز. کارشناس تاجیک میگوید تاجیکستان در بدترین وضع اقتصادی قرار دارد. اولین پرزیدنت غیر نظامی و منتخب مصر محمد مرسی وفات کرد. نرخ برنج در بازارهای شمال تاجیکستان 2 برابر افزود. شرح وضعیت بازارهای تاجیکستان. المازبек اتامبایف پرزیدنت سابق قرقیزستان را پارلمان این کشور با دست زدن به 9 جنایت متهم کرد. 2 خبر در 2 روز آخر رسانه‌ای شد که گواه رسیدن پای بحران نوبتی به تاجیکستان است. بحران در حال دارد پای به تاجیکستان میگذارد که کشور در بدترین وضع اقتصادی در 20 سال آخر قرار دارد. خبر اول این هم طبق اطلاع بانک مرکزی روسیه انتقال پول در 3 ماهه اول سال جاری از این کشور به تاجیکستان 5% کم شده است. مهاجران به جای 487 میلیون دلار سال گذشته امسال 462 میلیون دلار انتقال داده اند. در خبر دیگر طبق اطلاع اگنتی معماری و ساختمان حجم ساختمان در کشور در 5 ماه سال جاری 15.4% کمتر شده است. عامل‌های کم شدن انتقال پول از جانب مهاجران و کم شدن ساختمان و خریدار خانه‌ها در تاجیکستان را ما از کارشناس امور اقتصادی عبدالمنان شیرعلیف پرسیدیم. خب محرک اصلی اقتصاد تاجیکستان که پول‌های مهاجرین هستند و اون طبق اطلاع بانک مرکزی روسیه انتقال پول در 3 ماه اول 5% بیشتر از 5% کم شده است. این علاقه درک از آغاز یک بحران میدهد، چون که در نظر اول چون می نماید که 5% یا 25 میلیون دلار در مقایسه با 2.5 میلیارد دلاری که مهاجران در یک سال میفرستند پول چندان بزرگی نیست. اما اگر آن را با نشانهای دیگر مقایسه کنیم، مثلا با کمک سالانه اتحاد اروپا یکی از گران‌دهنده های تاجیکستان تقریبا برابر کمک سالانه اتحاد اروپا است، 25 میلیون دلار. اما آن را وقتی اگر حجم سالانه گیریم، یعنی 5% از 2.5 میلیارد دلار گیریم، این میشود 125 میلیون دلار که پولی کوچکی نیست و برای دریافت آن حکومت تاجیکستان لازم می شود که با گران‌دهنده های چون اتحاد اروپا به 4 گران‌دهنده مراجعت کند، حداقل به 4 گران‌دهنده مثل اتحاد اروپا. تمام تحلیل پیش بینی ها دلالت به این میکنند که متاسفانه این کاهش انتقال پول از جانب مهاجران کاری به تاجیکستان حداقل تا سال 2022 ادامه خواهد کرد، چون به روسیه تحلیلگران جهانی برای روسیه یک بحران نوی اقتصادی پیش بینی میکنند که امسال آغاز شده تا سال 2022 دوام خواهد کرد و چیزی که ما میدونیم وقتی در روسیه بحران آغاز شد اون اولین شده قبل از روس‌ها تاجیک‌ها احساس میکنند. 90% خانواده‌های تاجیک به واسطه یا با واسطه با مبلغ مهاجران نیازمندند، زندگیشون بستگی دارد و اولین کسانی که بحران احساس میکنند همین خانواده تاجیک هستند. خبر دیگه این که اگنتی معماری و ساختمان حکومت نزد حکومت تاجیکستان خبر داده است حجم ساختمان در کشور دوام 5 ماه گذشته 15.4% کمتر شده است. اولین نشان دهنده کم شدن اقتدار خریداری مردم هم همین است که همین کاهش خرید اموال غیر منقول مثل خانه است. هرچند در شرایط فعلی تاجیکستان این را چون یک دلیل استفاده بردن چندان درست نیست، چون که کمشوی قدرت خریداری مردم دوام این 4-5 سال آخر فشار مقامات بالای بیزنس جبران میکرد. یعنی
وقتی سرمایه‌داران در کشور امکانی یا جرأتی گذاشتن سرمایه به بیزنس رو نداشتند، اونا دوام 4-5 سال تمام سرمایه هاشون رو بیشتری اونها به اموال غیر معقول گذاشتن، یعنی به خرید خانه و دیگر اموال غیر معقول. و همین فعال شدن سرمایه‌داران در خرید خانه بود که کمشوی قدرت خریداری مردم میپوشونید. لیکن در این اواخر، یعنی در از اول سال جاری تا این زمان شاید با دو سبب این چیز کمتر شد. یکم این که قدرت خریداری مردم به مراتب پایان‌تر رفت و سرمایه‌داران دیگر امکان پوششی این کمبود رو ندارند، یا اینکه خود سرمایه‌داران به این نتیجه رسیدند که دیگر خریداری خانه به نفع اونها نیست و کم کم دارند این کار رو قطع میکنند. برای همین نظر ما این است که همین دو خبر، یعنی کم شدن انتقال پول و کم شدن ساختمان در تاجیکستان، این نشانه‌های اولی آغاز یک بحران جدید است و آن تا سال 2021-22 تا زمانی که روسیه از بحران نو خارج نشود ادامه خواهد کرد. رسانه‌های مصر گزارش دادند که جسد محمد مرسی، نخستین و واپسین رئیس جمهوری منتخب مصر، صبح امروز سه‌شنبه 18 ایون در میان تدابیر شدید امنیتی و حضور خانواده و وکیل وی بدون حضور هوادارانش در قبرستان در شهر قاهره به خاک سپرده شد. گفتنی است محمد مرسی پنجمین رئیس جمهور مصر و اولین رئیس جمهور پس از انقلاب 25 ژانویه سال 2011 و نخستین رئیس جمهور منتخب تاریخ مصر است. محمد مرسی سال 2013 در یک کودتای نظامی توسط عبدالفتاح سیسی روانه زندان شده بود. پیام از محمد سعید رضایی، عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که وضعیت سیاسی کشورهای عربی را پیگیری می‌کند، سوال کرد که چرا قدرتمندترین حزب سیاسی اسلامی اخوان المسلمین در حالت رسیدن به قدرت با زمینه بزرگ جانبداری و دستگیری مردم به شکست مواجه شد و قدرت نو به آن رسیده را از دست داد و حالتش تا به این شرایط آمده رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا این حالتی که حرکت سیاسی و که حرکت اخوان المسلمین یا یک جزئی از مسلمان ها در قالب به اصطلاح سیاسی قرار دارند، درست است که یک ضربه به پیکر اسلام به صورت سیاسی وارد شده است، اما این نمیتواند که مشکلات اساسی باشد که حل نداشته باشد، چون که اسلام قبل از این بارها با چنین مشکلات و حتی سخت‌تر از این مشکلات دچار شده بود از طرف دشمن‌های استعمارگر که به کشورهای اسلامی و فرهنگ اسلامی هجوم کردند. و حالا باشد که با تجربه خیلی هم زیاد و با اینکه به دست آوردن قدرت سیاسی تا مقام اولی یک کشور به این مشکلات گرفتار شده اند، این تنها یک روند تحولات است و عامل‌ها در اینجا زیاد هستند، اما اساسی ترین عامل‌ها این مناسب نبودنی خودی منطقه‌ای که برادرهای ما در اونجا قرار دارند، برادرهای مسلمان قرار دارند و خب همسایه هایی که مناسب به این نیستن و از همه وزنین ترش این معامله به اصطلاح بگیم کشورهای دموکراتیه که اونها دورویگی دارند در معامله با کشورهای آزادیخواه و دموکرات خواه. اکنون درباره معامله اسعار، مناسبت‌های اقتصادی و نرخ و نوای بازارهای کشور. نرخ میانه پول ملی تاجیک در معاملات ارزی میان بانک‌ها 9 سامان و 43 درم معادل $1 ایالات متحده آمریکا معین شد. نرخ میانه 14 درم برابر 1 روبل است. 1 یورو برابر 10 سامان و 60 درم می باشد. در این باره شرح مفصل همکاران ما.
نرخ میانه پول ملی تاجیک در معاملات ارزی میانه بانک ها 9 سومانی و 43 درم معادل $1 ایالات متحده آمریکا معین شد. با اساس اطلاع بانک ملی جمهوری تاجیکستان با نرخ میانه 14 درم برابر 1 روبل و 10 سومانی و 60 درم برابر 1 یورو می باشد. تاجیکستان در 5 ماه سال جاری با کشورهای خارجی به ارزش بیش از 1 میلیارد و 7 میلیون دلار گردش مالی را انجام داد که این شمار با مقایسه با دور مشابه سال گذشته 1.7% یا 29 میلیون و 200 هزار دلار افزایش را نشان می‌دهد. بنا به اطلاع وزارت رشد اقتصاد و بازرگانی تاجیکستان، اعتدال بازرگانی در این مدت 892 میلیون دلار منفی بود. جمهوری تاجیکستان در 5 ماه با ارزش بیش از 1 میلیارد و 300 میلیون دلار کالا وارد کرد. واردات کالا نسبت به ماه‌های ینور می سال گذشته 3.8% یا 47 میلیون و 400 هزار دلار رشد کرد. در ضمن تاجیکستان در این مدت با ارزش 410 میلیون و 500 هزار دلار کالا صادر کرد که این شمار در مقایسه با دور مشابه سال سپری شده 4.3% یا 18 میلیون و 200 هزار دلار کاهش را نشان می‌دهد. تاجیکستان در 5 ماه با روسیه شریک اصلی بازرگانیش با ارزش 415 میلیون و 800 هزار دلار گردش مالی را انجام داد که این شمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 8% افزایش را نشان می‌دهد. گردش مالی در میان جمهوری تاجیکستان و قزاقستان 1% رشد کرد. در این دو کشور در 5 ماه گذشته سال با ارزش 348 میلیون و 300 هزار دلار گردش مالی را انجام دادند. حجم گردش مالی جمهوری تاجیکستان و چین که در این مدت برابر 243 میلیون و 800 دلار بود 6.3% کاهش یافت. حجم تولیدات ناخالص داخلی تاجیکستان در 5 ماه سال جاری بیش از 24 میلیارد 600 میلیون سومونی معادل بیش از 2 میلیارد 600 میلیون دلار بود. بنا به اطلاع آژانسی آمار تاجیکستان با نقل از وزارت رشد اقتصاد و بازرگانی کشور، تولیدات ناخالص داخلی تاجیکستان در مقایسه با دور مشابه سال گذشته 7.3% رشد کرد. سهم صنایع کشور در تولیدات ناخالص داخلی تاجیکستان 12.3%، کشاورزی از جمله شکار، جنگلداری، ماهیگیری و ماهیداری 10.5%، بازرگانی 9.6%، خدمت رسانی پولکی 1% می باشد. سهم دیگر بخش‌ها نسبتاً کمتر است. از آغاز سال در جمهوری تاجیکستان با ارزش بیش از 9 میلیارد و 700 میلیون سومونی محصولات صنعتی از جمله انرژی تولید شد. حجم محصولات کشاورزی برابر بیش از 3 میلیارد و 100 میلیون سومونی بود. یادآور می‌شویم که امسال حجم تولیدات ناخالص داخلی تاجیکستان 78.2 میلیارد سومونی برابر 8 میلیارد و 200 میلیون دلار برنامه‌ریزی شده است. نرخ و نوای غله و میوه و سبزیجات در بازارهای شهر و نواحی تاجیکستان نامعتدل است. در همین شب و روز نرخ برنج قریب 2 برابر جهیده از 7.5 سومونی تا به 12 سومونی رسیده است. قیمت شدن نرخ شکر نیز به نظر می رسد. نرخ گوشت بعد ماه شریف رمضان نیز پایان نفر آمده است. حالا در شهر دوشنبه تا به 50 سومونی فروخته می شود. سگینبک سمیدین اوغلو، معاون سردار اداره تفتیشاتی کمیته امنیتی قرقیزستان در جلسه پارلمان گفت در دایره پرونده بازسازی مرکزی گرمدهی شهر بیشکک ضد پرزیدنت پیشین این کشور المازبک اتامبایف نیز با گمان فسادکاری تفتیشات آغاز شده است. و گفته نماینده کمیته امنیتی قرقیزستان همه مواد را الکی به دادستانی کل این کشور فرستاده اند. وکیل پارلمان قرقیزستان کانیبک ایمانعلیف گفت اتامبایف به بازسازی مرکزی گرمدهی شخصا دستور داده است. دادستان کل قرقیزستان آتکوربک جمشیدوف پیشتر گفت تفتیشات همچنین به کار پرزیدنت پیشین این کشور المازبک اتامبایف نیز بهای حقوقی خواهد داد. علاوه بر این پارلمان قرقیزستان قرار را به عیبنامه به تصویب رسانید که از روی 9 بند آن المازبک اتامبایف گناهکار دانسته می شود. در بین عیبنامه ها دادن سلاح به شهروندان روسیه از آن جمله اعضای گروه های جنایت پیشه متشکل و فروش غیرقانونی زمین نیز موجود است. حالا در خط علاقه با ما ظفر صوفی، روزنامه‌نگار و کارشناس امور سیاسی قرقیزستان حضور دارند.
آقای ظفر صوفی، شما که طول چند سال در قرقیزستان بودید و از شرایط سیاسی این کشور آگاه هستید، در این باره اندیشه خود را میگفتید. کارشناسا اینجوری میگفتن که المازبек اتنبایف با آوردن یا که با پشتیبانی از رئیس جمهور الانی که اون موقع نخست وزیرم بود، در زمان رئیس جمهور بودن آقای المازبek اتنبایف، میخواد تضمین بکند برای آینده خودش. پس مشخص که اون موقع اشتباهات رخ داده بوده که میخواسته اتنبایف تضمین کند که کسی با این کار نخواهد داشت. حالا رئیس جمهوری الانی قرقیزستان را خیلی هم میگفتن که این شاید مثلا همیشه در سایه اون اقتدار یا عرض شود که نفوذی که اتنبایف دارد خواهد ماند. ولی دیدیم که در همون سال اولی رئیس جمهور بودنش اون نشان داد که تا جای سیاستمدار مستقل است و اجازه نمیدهد که همیشه شخصیتش زیر نفوذ اتنبایف باشد. حالا با توجه به اون چیزی که عرض شد، نتیجه گیری من این است که اخیراً چند بارم اتنبایف تلاش‌های به حساب برای تاثیر رساندن به سیاست‌گذاری‌های رئیس جمهوری فعلی و عموما حکومت قرقیزستان داشته و حتی چند بار از طریق رسانه‌ها بعضی تهدیدهای هم داشت که من دوباره انقلاب میکنم از این حرفا. اما من فکر میکنم مهمترین چیز در اینجا همون اشتباه‌های هست که خود اتنبایف در زمان رئیس جمهور بودنش داشت و شما حتما آگاه هستید و بیننده‌ها و شنونده‌های شما هم آگاهند که مرکز گرم‌دهی شهر بیشکک را چینی‌ها ترمیم کردند. یک جالبترین نکته در سرمایه گذاری های چین در کشورهای بیرون از چین این است که همیشه اینا در کشورهای سرمایه گذاری میکنن که آنجا امکانی فساد وجود داشته باشد. اگر به خاطر مرکز گرم‌دهی شهر بیشکک امروز پرزیدنت سابق قرقیزستان متهم به سهلنگاری و فساد می شود، در تاجیکستان هر ماه با اشتراک پرزیدنت امامعلی رحمان کارخانه و انشاءات، کارگاه و مرکزهای فراغتی باز می شوند، ولی تا سال نرفته کار ناشایان می گردند. مگر کفالتی به جوابگری کشیده نشدن این باقی ماندن در قدرت است؟ بله، ببینید مردم قرقیز در هر صورت یک مردمی تا جای مثلا در مورد گرفتن حقشان از چه حکومت چه هر کسی دیگر تا حد خیلی زیاد از ما دست بالاترن. در هر صورت من نمیگم که آگاهی سیاسی یا سواد سیاسی مردم قرقیز بالاتر از آگاهی یا سواد مردم تاجیک است. نه، همون حد آگاهی سیاسی و همون حد سواد سیاسی که در قرقیزستان است در ما هم هست. اما آزادی های سیاسی که دولت مردای قرقیز برای مردمشان قائل بودن، متاسفانه هیچ موقع در تاجیکستان هیچ دولت مرد تاجیک قائل نبود و بدبختی ما هم در همین است که در لحظه های مشکل مردم تا جای بی جرأتی نشان میدهند، اما قرقیز هیچ موقع بی جرأتی نشان نمیدهد و علت اصلی سر و صدا در مورد عرض شود که تعمیر مرکز گرم‌دهی بیشکک هم همین است که لایحه برنده مزایده چینی ها بودن و میگن که اینجا از اون هزینه کشته خیلی بیشتر بوده و دیگران مثلا از اینجا سود به دست آوردن. فساد در این وسط هست. گفتن اونجا آوازه شد که قرمانبک باقیف برای چین زمین واگذار کرده یا فروخته، هر چیزی. حالا دقیقا همون اتهام دوباره برای خودی اتنبایف، حالا تنها به خاطر چین نه، اونجا هر علتهای دیگه هم هست، جاهای دیگه هم در نظر دارن. اینجا درباره زمین گپ زدید. حالا جرمی به فروش زمین دست زدن
یا نزدن اتنبایف ثابت نشده است، ولی در تاجیکستان با امضای پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان فایز زمین تاجیکستان به چین واگذار شد. به این چی میگوید؟ خب ببینید، در هر صورت تبدلاتی که المزای اتنبایف در حال با اسم انقلاب مثلا بگیم، انقلابی که در قرقیزستان شد و اول آتونبای و روز آتونبای و سر قدرت آمد برای یک دوره حکومت موقت یا حکومت گذرش ساختند و اون رئیس جمهور شد. بعداً خود المزبگ اتنبایف آمد. یعنی اون انقلابی که علیه خرمانبگ باقیف شده بود به خاطر واگذاری یا که فروش زمین به چینی ها بود. ما نوشته بودیم، صحبت کرده بودیم و من همیشه برام واقعا سخت است وقتی یادم میاد از واگذاری 1% حدود کشورم برای چین یه ننگ است برای هر نفر ما. حالا مثلا میگن که رئیس جمهور تاجیکستان، نمیدونم اون فروخته یا نفروخته، چون من راستی قرارداد ندیدم اونجا. اگر مبلغی پرداخت شده برای تاجیکستان که هیچ مبلغی من فکر نمیکنم پرداخت شده باشد، چون میگوین که طبق قرارداد نمیدونم کدام ساله. در هر صورت یه بیننگی بود برای هر کدام از ما، هر کدام از شهروند این کشور. اما داغ ننگ، لکه ننگی که در پیشانه حکومت رحمانوف هست برای همیشه تاریخ خواهد ماند که 1% سرزمین کشور واگذار شد و یک کشور دیگری که دادن، حالا فروختن، تحفه کردن، فرقی نمیکنه. برگردیم به مورد قرقیزستان و مردم قرقیز در این مورد واقعا خیلی وایستادن. برای یه وجب خاکشان اجازه نمیدن که برای کسی دیگه واگذار شد. تشکر به شما. با ما بودن ظفر صوفی، روزنامه‌نگار معروف تاجیک، مؤسس و رهبری پایگاه اطلاعاتی و تحلیلی آزادگان. اینجا با شما خیر خوش میکنم. برنامه‌های رادیویی ما و مطلب‌های ما را در پایگاه پیام.net پیگیری کنید. انتظار پیشنهاد و ملاحظه‌های شما هستیم. هر خبر رویداد و قانون شکنی را مشاهده کردید، اگر به این باورید که کسی دل گرده نشر کردن معلومات شما را ندارد، به ما فرستید. حتما نشر بازتاب خواهیم کرد. سلامت و سربلند و پیروز باشید. خیر تا روز دیگر.